هیچ وقت تا حالا شده فکر کنید که خیلی آدم باهوشی هستید یا اصلا یه نابغه هستید؟ یا اینکه حس میکنید دور و بریاتون توان فکری بالاتری نسبت به شما دارن؟ باید بهتون بگم برای باهوش بودن لازم نیست چیزی رو کشف یا اختراع کنید. ما توی این ویدیو تصمیم داریم 18 نشونه رو که عمدتاً مختص آدم‌های باهوشه رو باهاتون به اشتراک بذاریم و بعد شما میتونید یه ارزیابی از هوش خودتون داشته باشید. خیلی خوشحال میشیم اگه تو کامنت ها بنویسید چند تا از این نشونه ها رو دارید. شماره 1. فکر نمی کنید خیلی باهوش هستید. افراد باهوش معمولاً هوش خودشون رو دست کم میگیرن. دلیلش اینه که وقتی که بیشتر میدونی این رو هم درک میکنی که چیزهای بیشتری وجود دارن که باید یاد بگیری. از اون طرف افراد باهوش کمتر از حد متوسط توانایی‌های خودشون رو بیش از حد ارزیابی میکنن. اونها متقاعد شدن که همه چیز رو میدونن و هرگز از بقیه نظر و عقیدهشون رو نمیپرسن. اگه همیشه فکر میکنید که هیچی نمیدونید و همیشه چیزی برای یاد گرفتن وجود داره، احتمالاً از افراد دور و بر خودتون باهوش‌ترید. شماره 2. شما خلاق هستید. خلاقیت همیشه با هوش مرتبطه، چون مستلزم اینه که همه چیز رو از منظرهای مختلف نگاه کنید. افراد باهوش خارج از چارچوب فکر میکنن و برای همینه که تو حل مسئله بهتر هستن. شده تا حالا یه راه حل متفاوت پیشنهاد کرده باشید که هرگز به ذهن کسی خطور نکرده؟ اگه پاسخ مثبته، میتونید خودتون رو آدم باهوشی بدونید. همچنین اگه ایده های نوآورانه و مهارت های مشاهده خوبی دارید، به این معنیه که خلاق هستید و در نتیجه باهوشید. شماره 3. اگه دارای حس شوخ طبعی هستید. مطالعات نشون میده که افراد باهوش معمولاً حس شوخ طبعی توسعه یافته تری دارن. تحقیقات همچنین نشون میده که افراد باهوش نسبت به افراد باهوش متوسط ایده‌های خنده‌دارتر و خلاقانه تری رو ارائه میکنن. اگه متوجه شدید که بقیه به شوخی‌های شما بیشتر میخندن، این میتونه دلیلی باشه که شما حس شوخ طبعی بهتری نسبت به بقیه دارید و بنابراین سطح هوش بالاتری دارید. شماره 4. فرزند ارشد خانواده هستید. اگه بزرگترین فرزند خانواده هستید، ممکنه ضریب هوشی بالاتری نسبت به خواهر و برادرتون داشته باشید. والدین کاملا روی فرزند اول خودشون متمرکز میشن. اونها تمام عشقشون رو بهشون میدن و پیشرفتشون رو مدام دنبال میکنن. بنابراین شما اگه اولین فرزند خانواده هستید، توجه بی‌نظیری رو به خودتون جلب کردید که باعث این احتمال میشه که باهوشتر از برادرهای خواهراتون باشید. 5. اگه یه آدم خیالباف هستید. خیال پردازی یکی از ویژگی‌های افراد باهوش بالاست. خیال پردازی به این معنیه که واقعیت به اندازه کافی برای شما محرک نیست و باید دنیای دیگه‌ای رو برای خودتون بسازید. این دنیا میتونه به شما فضای بیشتری برای رشد ایده هاتون بده. اون به شما کمک میکنه که اقدام‌هایی رو که میخواید انجام بدید تا به اهدافتون برسید رو سازماندهی کنید. خیال پردازی یک کار کودکانه نیست. برعکس اون میتونه شما رو به همه جا برسونه. میتونه بهتون کمک کنه که ایده هاتون رو تازه و نو نگه دارید. شماره 6. شما شخصی با حس همدلی بالا هستید. همدلی هم نشون دهنده هوشه. راه رفتن با کفش بقیه کار آسونی نیست. برای اون ظرفیت فکری زیادی لازمه. همچنین همدلی نیازمند هوش هیجانی بالایی هم هست. افراد باهوش میتونن درک کنن که بقیه چجوری احساسات خودشون رو ابراز میکنن. برای مثال اگه شخصی از دست شما عصبانی و شما واکنش مشابهی نشون نمیدید، این به این معنیه که شما ازش باهوشتر هستید. برای اینکه شما قادر به درک احساسات پیچیده هستید و نسبت به اینکه اون احساس خشم از کجا ممکنه بیرون بیاد آگاهی. ممکنه اون ترس یا ناامنی خودش رو پشت خشم پنهون کرده باشه و شما از این مسئله آگاهی. شماره 7. شما تمرکز قابل توجهی دارید. افراد باهوش کاملا خودشون رو به کارهایی که انجام میدن اختصاص میدن. اونها به طور کامل تو چیزهای غوطه ور میشن که بهشون کمک میکنه که رویاهای خودشون رو محقق کنن. اگه روی یک پروژه یا یک علاقه شخصی متمرکز هستی و هیچ چیزی نمیتونه ذهنتو منحرف کنه و بدون اینکه زمان رو احساس کنی ساعتها روش متمرکز هستی، نشون میده که از خیلی از افراد باهوشتری. شماره 8. اگه یه جغد شبیه. بعضی محقق‌ها ادعا میکنن افرادی که دیر به رخت خواب میرن به احتمال زیاد هوش بالاتر از حد متوسط دارن. این افراد خلاق‌تر و مبتکرتر به حساب میان که این یه ویژگی رایج هوشه.
اما 2 مسئله است که اینجا باید ذکر بشه. اگه از اون آدمایی هستی که دوست داری با خانواده بشینی و آجیل بخوری و تا دمدمای صبح خوش بگذرونی، این نشون دهنده هوش بالای شما نیست. افراد باهوش شب‌ها رو خیلی دوست دارن به خاطر سکوتی که حکم فرماست و به خاطر شرایطی که باعث میشه تمرکز بیشتری رو هدفهای خودشون داشته باشن اونو دوست دارن. افراد باهوش شب رو برای این دوست دارن که ساکته و میتونن تمرکز بیشتری روی اهداف خودشون داشته باشن. مسئله دوم این که اگرچه تا دیر وقت بیدار موندن نشون دهنده هوشه، اما نابود کننده اون هم هست. خواب منظم و کافی و به موقع میتونه برای بالا نگه داشتن کیفیت تفکرتون و هوشتون به درد بخوره. شماره 9، از عواقب کارهای خودت آگاهی. افراد باهوش به ندرت تصمیمات تکانشی و لحظه‌ای میگیرن. اونها همیشه در نظر دارن که کارهاشون چجوری میتونه روی عاداتشون، زندگیشون و رفاهشون تأثیر بذاره. به همین دلیل که اغلب برنامه‌ریزی میکنن و همه جوانب مثبت و منفی رو برای تصمیم‌های خودشون در نظر میگیرن. اونا کاراشون رو همینجوری انجام نمیدن، چون مراقبن و میتونن به هر نتیجه احتمالیش فکر کنن. بنابراین اگه قبل از انجام هر کاری فکر میکنی، احتمالاً از بقیه باهوش‌تری. شماره 10، کسایی که این کانال رو ساب میکنن. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید و به نظرتون مفید بود و ازش خارج نشدید، یعنی اینکه دنبال این هستید که چیزهای جدید یاد بگیرید یا نگاه خودتون رو در مورد چیزهایی که میدونید عوض کنید. شماره 10، واقعی. با خودت صحبت میکنی. اگه با خودت صحبت میکنی، فکر نکن دیوونه‌ای. این تازه به این معنی که از خیلی از افراد باهوش‌تری. بر اساس تحقیقات، افرادی که با خودشون صحبت میکنن کنترل و تمرکز بهتری دارن. حرف زدن با خودتون بهتون کمک میکنه که افکار خودتون رو سازماندهی کنید. همچنین این میتونه حافظتون رو تقویت و استرستون هم کم کنه. تازه میتونه بهتون کمک کنه که راحت‌تر مسائل رو به خاطر بسپارید. پس اگه متوجه میشید که با خودتون حرف میزنید، اصلا نگران نباشید. و تازه تو کامنتی هم که میخوای بذاری یه امتیاز اضافه تر به خودت بده. شماره 11، اگه همیشه در حال سوال کردن هستید. افراد باهوش همیشه سوالاتی برای پرسیدن دارن. اونها به شدت در مورد چیزهای اطراف خودشون کنجکاون و همیشه فکر میکنن چیزهای زیادی وجود داره که نمیدونن. اونها هیچ وقت هیچ اطلاعاتی رو بدیهی نمیدونن. اگه تو هم از اون دسته آدم‌هایی هستی که همیشه جزئیات بیشتر و توضیح بهتری رو میخوای، احتمالاً از اطرافیانت باهوش‌تری. شماره 12، واژگان قوی تری دارید. دایره لغات نشون دهنده هوشه. اگه اهل مطالعه باشید، مسلماً دایره لغات غنی تری دارید. خوندن زیاد بهتون کمک میکنه تا از کلماتی استفاده کنید که تو افراد معمولی چندان رایج نیست. شده تا حالا متوجه شده باشید که معنی کلماتی رو میدونید که بقیه تا حالا هرگز نشنیدن؟ این به خاطر اینه که شما از خیلی از اونها باهوش‌ترید. 13، اگه ترجیح میدی تنها باشی. این فرضیه وجود داره وقتی فردی توسط بقیه احاطه میشه شادتره. اما روانشناس‌ها دریافتن که افراد با ضریب هوشی بالا وقتی زمان زیادی رو با دیگران هستن، احساس بدی پیدا میکنن. این رو میشه به این واقعیت توضیح داد که افراد باهوش بعضی از ارتباطات رو به عنوان یک حواس پرتی از اهداف اصلی خودشون میشناسن. بنابراین اگه از اون دسته افرادی هستید که تا دوستاتون زنگ میزنن بهشون ملحق نمیشید چون میخواد روی پروژه های خودتون تمرکز کنید، احتمالاً باید خودتون رو فردی باهوش بسیار بالا در نظر بگیرید. همچنین افراد باهوش مستقل ترن. اونها اجازه نمیدن جامعه تفکرشون رو محدود کنه. شماره 14، اگه عاشق هنر هستید، آیا عاشق نقاشی، نوشتن، آواز خوندن، رقصیدن، نواختن آلات موسیقی یا چیزایی از این دست هستی؟ اگه اینجوریه، خودتون رو فرد باهوشی بدونید. روانشناسا فکر میکنن که بیان هنری با هوش مرتبطه. هنر بهتون کمک میکنه تا مغز خودتون رو توسعه بدید و حافظه خودتون رو بهبود ببخشید. همچنین یک روش خوب برای کاهش استرسه. بنابراین اگه تو یک زمینه هنری استعداد داری، میتونی مطمئن باشی که از بقیه باهوش‌تری. شماره 15، اگه اوپن مایند هستی. افراد باهوش وقتی با ایده های جدید یا فرصت های غیر عادی روبرو میشن، اونها رو تجزیه تحلیل میکنن. اونها به همه گزینه ها فکر میکنن و نظرات بقیه رو در نظر میگیرن. افراد باهوش به ایده ها و مفاهیم جدید فکر میکنن و میخوان اونا رو کشف کنن. بنابراین اگه دیدی باز نسبت به دیدگاه های مختلف دارید، نشون دهنده اینه که هوش بالایی دارید. شماره 16، مشتاق یادگیری هستی. اگه فکر میکنید که یادگیری یه تجربه مادام العمره، میتونید خودتون رو آدم باهوشی بدونید.
افراد باهوش میدونن که همیشه چیزی برای کشف و یادگیری وجود داره. اونها هیچ وقت فکر نمیکنن که روند بهبود تموم شده. اتفاقا افراد باهوش از هر فرصتی برای یاد گرفتن چیزهای جدید استفاده میکنن، چون میدونن که این باعث افزایش رشد شخصی میشه. اگه همیشه میخوای چیزهای جدید یاد بگیری، به این معنیه که شخص باهوشی هستی. شماره 17. اگه احساس فشار میکنی. افراد باهوش اگه کاری رو انجام بدن که برخلاف زندگیشون یا هدفشون یا رفاهشون باشه، خودشون رو اغلب شکست خورده میبینن. اگه آدمی هستی که هر زمان که زندگیتون با اون چیزی که تصور میکردین متفاوته، از خودتون انتقاد میکنین، از بقیه باهوشترید. همچنین اگه از اون آدم‌هایی هستی که وقتی کاری رو طبق برنامه مشخص شده انجام ندادی به خودت فشار میاری، این هم نشون دهنده اینه که بیش از حد باهوشی و نمیخوای ظرفیت‌های خودت رو برای چیزهای بی اهمیت هدر بدی. شماره 18. اگه دارای خودکنترلی استثنایی هستی. مهمترین تفاوت افراد باهوش با افراد معمولی میتونه این باشه که میتونن تکانشگری خودشون رو کنترل کنن. افراد باهوش میدونن که هدفشون چیه و کاری رو انجام نمیدن که ازش دور بشن. همیشه در نظر داشته باش که اقداماتتون چجوری میتونه به دستیابی به اهدافتون کمک کنه. پس اگه اقدامات خودت رو برنامه‌ریزی میکنی، اهداف روشنی داری و استراتژی‌های مختلف رو بررسی میکنی، این امکان وجود داره که از بقیه افراد باهوش‌تری.